سلام برو بچ اومدیم تو این ویدیو اتچمنت های اسنایپ رو به شما بگیم. خب از دیل شروع میکنم که خودم از این اتچمنت خیلی استفاده میکنم تو دوئل و رنگ. خب این از این اتچمنت اسکرین شات بگیرید حتما، خیلی اتچمنت خوبیه و بافه. خب اتچمنت بعدی که LW3 توندرا. خب از این هم اسکرین بگیرید، خیلی خوبه اتچمنتش. خب بعد یه توندرا دیگه هم دارم، این هم اتچمنتش خوبه، از این هم عکس بگیرید. خب HS هم میدم بهتون، این اتچمنت HS اسکرین بگیرید. خب بریم USS9، خیلی بافه این گان. خب این اتچمنت هم اسکرین شات بگیرید. خب رسیدیم به این دیل. این اتچمنتش فرق داره با اون لوداوت یک، اینم اسکرین بگیرید. خب از اینم اسکرین بگیرید، اینم اتچمنت خوبیه. حالا رسیدیم به لوکاس، بهترین گان لوکاس از نظر من تو این سیزن رده اسنایپر. خب اینم اتچمنتش خیلی بافه، این تفنگ خیلی حتما استفاده کنید ازش. خب فقط یه دونه نکته بچه، اگه میخواید اسکوپاتون خوب باشه، سری باز شه، باید پرک بذارید. پرک چیه؟ اینجا نوشته پرک از دست قرمز، از دست پلک های قرمز اینو میذارید. نگاه کنید عکس یه پول پشتی است که روش نوشته تی، اینو میذارید. از دست پلک های سبز اینو میذارید، یه دونه ابر امپر اسمش امپد. خب اینم میذارید، بعد اینم میذارید. این صدا پایی که وقتی شما میخواید برید صدا پا نمیده به دشمن، خیلی خوبه. این پرکا رو بذارید، بازیتون از 0 به 100 تبدیل میشه. خب اینم از اتچمنت ها دادیم، اتچمنت ها رو بهتون. تا ویدیو بعد امیدوارم که از این اتچمنت ها لذت برده باشین. تا ویدیو بعد، گود بای.